با سلام خدمت شما تجار گرامی و مدیران بازرگانی آینده نگر. من محمدی هستم از شرکت توسعه تجاری ابوشهر یا همون سلام گمرک و شما در حال شنیدن پادکست مسیر سبز هستید. امروز میخوام صاف و پوسکنده درباره یه موضوعی صحبت کنم که شاید الان ازش بیخبرید، اما قول میدم تا آخر این پادکست نگاهتون به آینده تجارتتون کاملاً عوض بشه. موضوع یک جور زلزله ژئوپلیتیکه که بی سر و صدا اتفاق افتاده و میتونه تا 30% درآمدهای ترانزیتی ما رو تهدید کنه. پس بیاید ببینیم ماجرا چیه و ما باید چی کار کنیم. خب، داستانی که تمام شد و داستانی که شروع شد. یادتونه چقدر بحث کریدور زنگزور داغ بود و سر زبونها افتاده بود؟ خب، اون داستان تمام شد. خیلی ساده بگم. کریدور زنگزور مرد. به جاش یه شاهراه جدید به اسم تریپ ساخته شده که مدیریتش برای 99 سال دست یک کنسرسیوم آمریکاییه. یعنی چی؟ یعنی یه مسیر ترانزیتی مهم درست بغل گوش ما با کنترل امنیتی و گمرکی رقبای ما. این اتفاق عملاً ایران رو دور میزنه و ترکیه و اروپا رو به برنده‌های اصلی این بازی تبدیل کرده. این بازی‌های سیاسی تهش برای جیب من و شما چی داره؟ خب، شاید بگید این دعواهای سیاسی به من تاجر چه ربطی داره؟ ربطش اینجاست. بذارید چند تا عدد بهتون بگم که حساب کار دستتون بیاد. این کریدور جدید یعنی تریپ رقیب مستقیم کریدور شمال جنوب خودمونه. یعنی INSTC. فکرشو بکنید که این مسیر جدید میتونه تا 30% از حجم ترانزیت ما رو به سمت خودش بکشونه. ما برای هر کانتینر عبوری حدود 1500 تا 2000 دلار درآمد داشتیم. وقتی این حجم از بار مسیرش رو عوض کنه، یعنی داریم در مورد یک ضرر 2 تا 3 میلیارد دلاری در سال صحبت میکنیم. این عددا دیگه شوخی نیست. یعنی جایگاه ما در نقشه‌های تجاری دنیا به شدت ضعیف میشه. خب حالا ما باید چی کار کنیم؟ حالا که تصویر این تهدید روشنه، سوال اصلی اینه که ما باید چی کار کنیم؟ دست رو دست بذاریم؟ قطعاً نه. این بحران میتونه بهترین فرصت برای یک خونه تکونی بزرگ تو سیستم لوجستیک و تجارت ما باشه. چند تا راه کار عملی داریم. اول از همه توسعه مسیرهای جایگزین خودمونه. باید با تمام قدرت روی کریدور ارس و تکمیل راه آهن رشت آستا رو سرمایه گذاری کنیم. دوم، دیپلماسی اقتصادی فعاله. باید برای کشورهای مهم مثل هند و چین فرش قرمز پهن کنیم و با پیشنهادهای جذاب اونها را به استفاده از مسیر ایران، مخصوصاً بندر چاهبهار تشویق کنیم. و سوم که از همه مهمتره، انقلاب دیجیتال تو گمرکه. دیگه دوره بروکراسی تموم شده. ما باید با هوشمندسازی زمان و هزینه ترخیص کالا رو به زیر 3 روز برسونیم. نباید همه تخم مرغامون رو توی سبد بذاریم. باید روی مسیرهای جدید از طریق عراق و پاکستان هم کار کنیم. و اما حرف آخر. دوستان، کریدور زنگزور تموم شد. شاهراه جدید تریپ یک واقعیت و ما باید باهاش روبرو بشیم. اگه بخوام کل این بحث رو توی 3 تا کار عملی خلاصه کنم، باید بگم اول، قراردادهای حمل و نقل فعلیتون رو دوباره بررسی کنید. ببینید هنوز به صرفه هستند. دوم، مسیرهای جایگزین رو با دقت حساب و کتاب کنید. و سوم، حتماً از یک متخصص کاربلد مشاوره بگیرید. آینده کسب و کار شما به دستیم‌هایی بستگی داره که امروز میگیرید. ما در سلام گمرک آماده ایم تا در این شرایط جدید کنار شما باشیم و کمک کنیم تا بهترین استراتژی رو برای تجارتتون پیدا کنید. ما کمک میکنیم تا مسیر سبز تجارت شما همیشه روشن بمونه.